افغان‌ها در نزد قصر سفید جمع شده از حکومت ایالات متحده آمریکا خواستند که اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند. افراطیت رفت، هم با هم آمدیم تا صدای خود را بلند کنیم، حداقل کاری که میتونیم برای افغانستان و مردم خود بکنیم. شام یکشنبه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی فرار کرد و حکومت این کشور فرو پاشیده طالبان کابل را تحت تصرف درآوردند. جمع آمدگان میگویند از سرنوشت مردم در زیر حکم طالبان نگران هستند. همین لحظه که می ایستادم قلبم درد میکنه، قلبم فقان میکشه برای مردم افغانستان، قلبم درد میکنه برای زنهای افغانستان، برای کودکان افغانستان. این خانم می‌افزاید طالبان در یک مدت کوتاه تمام دستاوردهای سالهای اخیر را پاک میکنند و فقط تمام زحمات 20 سال به دو ماه از بین میره. فقط 2 ماه طالبان در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود در بیارن و چیز دیگه که مرا اذیت میکنه اینه که جامعه جهانی در این مقابل تماما ساکت هست. به عقیده جمع آمدگان بیرونشوی با سرعت نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث سکوت حکومت افغانستان شد. آنها از جامعه جهانی درخواست بودند که به افغانها کمک کند. ما ازشان خواهش میکنیم که برای مردم بدبخت بیچاره‌ای که در 40 سال جنگ بودن بتونن کمک‌های برشان انجام بدن و نمانن اتفاقی که 20 چند سال پیش افتاد دوباره از اول سرشان بیفتد. ایالات متحده آمریکا برای بیرون برآوردن آمریکایی‌ها و همکاران افغانی آنها از افغانستان نزدیک 6000 سرباز را به این کشور ارسال نمودند.